بریم با هم 0 تا 100 این سایه خوشگل رو که همه آرایشگاه برای عروساشون میزنن یاد بگیریم. کانسیلر باید بزنین پشت پلکتون. با پد نمدار بلندش میکنین و با سایه خشکش میکنین. از سایه هایی که نشون میدم برمیدارین. توی قسمت کریس پلک سایه ها رو میذارین. اول رنگ هلویی رو میذارین و بعد رنگ قهوه‌ای روشن رو میذارین. از همین رنگا برای گوشه خارجی چشمتونم باید استفاده کنین. از یه رنگ شاین روزگل یا طلایی برمیدارین و با انگشت قسمت جلوی چشمتون میذارین. حالا یه خط چشم نازک ولی بلند برای خودتون میکشین. فقط حواستون باشه گوشه خارجی چشمتون رو خط چشم بکشین و فقط گوشه داخلی چشمتون رو خط چشم بکشین و نیاز نیستش که بون موجتون رو تیره کنین. با یه براش کوچیک یا پنسل براش از رنگ سایه قهوه‌ای سوخته برمیدارین و قسمت بالای خط چشمتون رو باید این رنگ سایه رو بذارین. اینم حواستون باشه که این رنگ سایه گذاری نباید نوک تیز خط چشمتون بیاد و باید 2/3 خط چشم رو رنگ گذاری کنین و بعد از قهوه سوخته از رنگ مشکی برمیدارم و میذارم و قشنگ بلندش میکنم. حالا یه موژه گوشه بلند انتخاب میکنین، یک سر برای خودتون میذارین و توی این مرحله برای اینکه چشمتون خیلی کشیده تر بشه از موژه دونه‌ای استفاده میکنین و 2 تاشو گوشه خارجی چشمتون به سمت کج رو به بالا میذارین که میبینین چشماتون خیلی لیفت و کشیده میکنه. برای زیر چشمم فقط یه رنگ روشن، قهوه‌ای روشن زیر چشمتون کلشو میذارین و برای پلک پایینتون یه ریمل خیلی پر میزنین. اینم از سایه مدیوم خوشگل ما که برای عروس خانوما یا برای همراهی عروس فوق العاده است. سیوش کن، برای دوستات بفرست، لایک هم یادت نره. بوس بهت.